سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یاسر خواجه امینی هستم. اینجا برنامه CXG هستش و ما 19مین قسمت این برنامه رو داریم ضبط میکنیم. خوشحالم که ما رو دنبال میکنید. مرسی که در کنار ما هستین و ویدیوکست ها و پادکست های CXG رو میبینید و میشنوید. توی 19مین بخش پادکست CXG در کنار خانم دکتر نازیلا یار محمدی هستیم، مدیر عامل مدرسه شاپرک آبی، و خیلی خوشحالم که اپیزود 19 رو قرار با ایشون ضبط بکنیم. نازیلا خانم خیلی خوش آمدین. سلام. ممنونم. منم خیلی خوشحالم یاسر جان و باحاله. سلامت باشه. خیلی خوشحالم که شما رو دارم میبینم. مرسی. منم همینطور. و مرسی که دعوت ما رو پذیرفتین و دوست دارم که من معرفی کوچولویی از شما داشتم. میدونم که قبل برنامه بهم گفتین که شاپرک آبی، شاپرک رو ازش جدا کردین. میشه داستانشو برامون بگین؟ بله حتما. شاپرک آبی رو ما کردیم دات بلو، ولی اصلا بیاییم از اینجا شروع بکنیم که من مدیر عامل مدرسه آبی ام. مدرسه آبی ابتدای کار مدرسه شاپرک آبی بوده 8 سال پیش. موضوع هم این بوده که مجید کیانپور 14 سال پیش به عنوان بنیانگذار شاپرک آبی کارهای مشاور مدیریت انجام میداد. اون زمان هم خب اصلا مشاور مدیریت خیلی تو ایران معنایی نداشت. زمانی بودش که اصلا تحریما نبود، شرکت‌های مثل نسله باش کار میکردن و شرکت‌های بزرگ انترپرایزهای خیلی خوب، تا اینکه تحریما شد و اصلا نوع مشاور مدیریت برای مجید متفاوت شد. اون موقع آدمای متخصص تو بازار بودن که کار میکردن، ولی به عنوان متخصص مشاوره میدادن. مثلا یکی که تخصص منابع انسانی داشت میرفت و پروژه میگرفت، مشاوره میداد، ولی به عنوان منابع انسانی. این خیلی فرق میکنه با مشاور مدیریت، چون در مشاور مدیریت چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره که شما دید کسب و کاری باید داشته باشید. یعنی جامعه 360 درصد باید کسب و کار رو درست ببینی. اوکی. بعد خب دید اصلا بازار یه جور خاصیه، دانشش وجود داره ولی مهارتش وجود نداره. تصمیم گرفت که دقیقاً 8 سال پیش مدرسه شاپرک آبی رو بزنه. بله. که کارش مشاوره مدیریت بود. اوکی. اولم رایگان این کارو کرد اصلا، یعنی گشت مصاحبه کرد، به صورت رایگان آدما رو آورد. از دل اونا در واقع جذب نیرو کردش برای خودش و همین کار ادامه داد این مسیر رو و مدیر عامل گرفت براش که الان 8 سال این مسیر داره میره و داره مشاور درست میکنه. حالا چرا؟ چون این صنعت باید بزرگ میشد و رشد پیدا میکرد. الان داریم میبینیم که صنعت مشاوره مدیریت با 4 سال پیش واقعا فرق میکنه. الان یکی میره مشاوره میده، بعضی از مشاوره هستن که واقعا به صورت تخصصی داره کار مشاوره مدیریت انجام میده، یعنی بیزنس مدل میفهمه، یعنی استراتژی میفهمه، حل مسئله میفهمه. و اتفاقا مدرسه شاپرک ابتدای کار با حل مسئله شروع کرد. خیلی حالا چرا شد الان مسیر در واقع ما بهش میگیم مدرسه شاپرک رو چرا برداشتین از روش؟ چرا شده مدرسه آبی الان و ما روی این تمرکز میکنیم؟ ما میخوایم که روی ادویکیشن تمرکز کنیم. یعنی چی؟ ما الان به جایی رسیدیم که داریم سیستمی رو انجام میدیم که قابلیت اسکیلبل داره. یعنی چی؟ یعنی تنها مشاوره مدیریت در این سیستم لازم نیست باشه. شما میتونید یه شرکت، یه مؤسسه آموزشی حسابداری داشته باشید که مثلا اسمش نیلوفر باشه، بشه مدرسه نیلوفر آبی. سیستم ادویکیشن یه مدرسه آبی روی نیلوفر سوار بشن. این از لید جنریت کردن و بحث مارکتینگ و برندینگ و فروش گرفته تا ماژول ها به صورت دقیق و پریمیوم باشه، یعنی بوتیک باشه. سیستم مدرسه آبی سیستم بوتیکه و لیبل آبی بیاد روی برندهای دیگه بشینه. خیلی باحاله این ویژن، به نظر من باحاله و من عاشق اون روزی هستم که مدرسه آبی به جایی برسه که حداقل 80% از صاحبین کسب و کار SME ها 80% تارگت بالاییه. بله، به من زنگ بزنن و بگن نازیلا ما مشاوری که گرفتیم یا متخصصی که گرفتیم خیلی بیزنس ما رو درست میفهمه و خیلی خوب داره کار میکنه و دمت گرم که تو مدرسه شما فارغ التحصیل شده و این ادامه پیدا میکنه. حالا تا جایی که بشود من میبرم جلو و اگرم نشد مطمئنم که مدرسه شاپرک انقدر
در واقع خوب ادوکییت میکنه آدما رو که این مسیر ادامه دار. خیلی عالی. رنگ آبی هم به نظرم خیلی شایسته انتخاب شده براش. باحاله. حالا از اونجایی که من خودم آبی رو خیلی دوست دارم و رنگ اصلیمه و خوبه دیگه، منم لایک میدم بهت. خیلی عالی. حالا یه چیزی باحال بهتون بگم، آبی من دیشب داشتم فکر کردم که ما توی مدرسه یاد میگیریم که خیلی متفاوت بعضی از موقع فکر بکنیم. من دیشب داشتم یه ذره متفاوت فکر می‌کردم. اینکه آبی میتونه آب هم باشه دیگه. حالا می‌دونید ویژگی آب چی هستن؟ روان بودن، پاک بودن، راشو پیدا میکنه. یعنی آبو که ولش می‌کنیم میگن آب خیلی بی‌حیاست، از هر جا نفوذ میکنه و وای نمیسته. و ما در مدرسه آبی به همه میگیم ادامه دادن جاییه که یک کسب و کار به نظر من به نقطه اوجش میرسه. خب ما تو اپیزود 19 اسلوگان مدرسه آبی رو هم در آوردیم. راهشو پیدا میکنه. راهشو پیدا میکنه. به نظر من مسیرشو پیدا میکنه. خیلی هم عالی. خب میدونی که CXG تخصصا در رابطه با مدیریت تجربه مشتری توی کسب و کارها صحبت میکنه و تمام تلاشمون رو میکنیم که با یک ادبیات ساده، روان و همه فهم در رابطه با تجربه مشتری صحبت بکنیم. چیزی که معمولا ما حالا یا کمتر در موردش صحبت میکنیم، اصلا شاخه بسیار جدیدی در کسب و کار هستش. ما فکر میکنم هلوش نهایتا 1-2 دهه هست که برامون مهم شده که خب غیر از کیفیت، دوام، گارانتی باید تجربه جذابی هم برای مخاطبمون خلق بکنیم. من میخوام مسیر صحبتامون رو یه ذره ببریم اون سمتی و یه ذره عام‌تر صحبت بکنیم که ببینیم که اصلا خلق تجربه برای تو یعنی چی؟ یعنی ما اگر که در حوزه تخصصی مثل مشاوره مدیریت داریم صحبت میکنیم، مسئله مهمیه. مخاطبای شما آدم‌های مهمی هستن. بله. و خیلی هم تاثیرگذارن که بالاخره اگر که من یک مشاوری جذب میکنم میاد توی سازمان هم چه مسیری رو قراره برم و امکان تغییرم زیاد هستش. این باکس رو چجوری میچینید اونجا؟ اصلا چقدر تو خود، اولا من سوالم اینه که تو مدرسه چقدر اصلا به این تجربه شما توجه میکنین؟ چون بالاخره این سرویسی که شما میدین با 50%، 30% حالا تفاوت، یه سری بیزینس های دیگه هم هستن که سرویس رو میدن. من به عنوان یک دانش آموز یا دانش پذیر وقتی میام مدرسه چقدر این تجربه برام متفاوت تر میشه؟ بسیار عالی. ببین یاسر، یه چیزی که وجود داره، ما بوتیکی انتخاب کردیم که بوتیک باشیم و پریمیوم. مسئله پریمیوم بودن و بوتیک بودن اصلا ذاتش اینه که شما مشتری برات خیلی پررنگه. یعنی شما برات تجربه‌ای که برای مشتری میخوای ایجاد بکنی خیلی خیلی اهمیت دار میشه. حالا از کجا شروع میشه این مسئله؟ من میخوام به یه چیزی اشاره بکنم. ببین ما توی مدرسه‌مون به خاطر اینکه الان هر آنچه که در کسب و کارها داری میبینی بحث بیزنس مدل. یعنی شما زمان یک کسب و کار رو میتونی تکون بدی که توجه به بیزنس مدل و استراتژی درست داشته باشی. این اصلا میشود با حل مسئله رو پیدا کرد و حل کرد، ولی مهم اینه که اینو بتونی ربطش بدی به بیزنس مدل. وگرنه در نهایتش تو 2 برابر بتونی در واقع کسب و کار رو رشد بدی و اگرم رشدش بدهی انقدر این کش فلو نقدینگی درگیر میشه که اصلا برای صاحب بیزنس نمیصرفه. اوکی، باید به یه چند برابری رشدش بدهی. این برمیگرده بیزنس مدل. حالا چرا میخوام اینو بگم؟ توی مدرسه تمرکز ما رو بیزنس مدله. اصلا بیزنس مدل خاصیتش اینه که باید به تجربه مشتری ربط پیدا بکنه. چرا؟ ببینید باید هر کسب و کاری، حالا من در مورد مدرسه دارم اصلا بخوام صحبت بکنم، کسب و کاری یه سری ژن داره در نظر بگیریم. یه ژن رو میگیم که ولیو پروپوزیشنه، یعنی ارزش پیشنهادی. یعنی تو به مشتری قولی میدهی. بله. این چیه؟ ما در مورد مدرسه خودمون توی مصاحبه‌هامون که تمام میشه، بعدش من بچه‌ها میپرسم که تو تهش از مدرسه چی میخوای؟ چی کار بکن؟ از اینجا رفتی بیرون چه اتفاقی چه انتظاری داری؟ اصلا تهش ما حدوداً 650 تا فارغ التحصیل تا الان داریم. از همه اینا این سوال پرسیده شده. اوکی، این قول چی میشه؟ این قول
رضایت مشتری رو به همراه داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی من ادعا میکنم که ارزش مدرسه من به اینه که شما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدی بلافاصله وارد بازار کار میشوی و میتونی کار بکنی، کار مشاور مدیریت. چرا؟ چون در مدرسه کیس های واقعی که ما در پروژه هامون درگیر بودیم برای تو کاملا باز میشه و تو درگیر میشی و اینو کاملا حلش میکنی. این میشه ارزش. اوکی؟ ارزشی که پیشنهاد میدم. در نتیجه که من در مدرسه این رو انجامش بدهم، تجربه مشتری میشود رضایتش. این یه بخش از تجربه مشتری. خب یه ژن دیگه ای داریم. ژن از اون ور دارم به شما اشاره میکنم. آره که من حفظ بکنم. ممنونم که روح منو نگه می‌داری، تو هم مهمه. ما اینجا یکی رو داریم که حواسش به عالی بگه، به خاطر که برای من مهمه. هرچی خوشگل‌تر بهتر. فائزه اینجا هستش که از قبل از برنامه تا حین برنامه تا تمام شدن و بعد از اینکه حالا پروموت میشه اپیزود همه چی رو چک کنه. حالا تو حواست باشه هر جا که خوشگل‌ترم بگو همون رو نگهش دارم. تاف بزنم بهش. میفهمده. دوم اینه که توی ژن کسب و کار مدل سودآوریه به نظرم. مدل سودآوری قیمت گذاری نیست. مدل سودآوری چند بخش میشه. یکیش به نظر مدل درآمدیه. تو چطور پول در میاری؟ یکیش که چطور هزینه میکنی؟ یکیش اینه که چجوری مارجین برای خودت میسازی، در واقع که خیلی خیلی اهمیت داره. این که گردش نقدینگی چجوریه. اوکی؟ این نظرش. خیلی از جاها من میشنوم که میگن که مشتری باید حس عدالت بکنه. من به عنوان یه صاحب کسب، یعنی بگه که آقا این قیمت میارزید. من یه ادبیات دیگه براش دارم. من میگم مشتری باید بگه خدا بهت برکت بده. حس عدالت نیست، حس برکت دادن. حالا این از کجا میاد که اصلا این شفافیت میاد به نظر من. خب این که من در مدل سودآوریم طرف مقابلم که میاد پروداکت منو، خدمات منو میخره، براش مشخص باشه که آقا چرا داره این پولو میده. من کاملا مدرسه شاپرک آبی این رو جا میندازه که آقا اولا که ما تو مصاحبه تعداد محدودی میگیریم، یعنی ما پریمیومی مصاحبه میکنیم یه تعداد من. دومی که ما برای افراد وقت میذاریم. متوجهم چی داریم میگی نازیلا. مسئله مهمم اینه که میخوام حالا یه ذره تخصصی تر توی مدرسه بهش بپردازم. اینه که من چقدر اون اساتیدی که میان در مورد بیزینس مدل صحبت میکنن، احتمالاً در مورد مدل درآمدی صحبت میکنن، در رابطه با شاید حتی مذاکره اون جلسه مشاوره صحبت بکنن. میخوام چون دغدغمه دارم میگم و چقدر این مسئله این که آقا شما باید یک محصولی رو طراحی بکنین یا یک خدمت و سرویسی رو بدین که در نهایت همون خدا برکت بده از توش بیاد بیرون، یا من بهش میگم که حس لذت، رضایت، مشعوف شدن رو بده. یک چیز میخواد دیگه، یک تم تجربه محور میخواد. یعنی من توی دنیایی که کلی آدم ها با هم دیگه رقابت میکنن، محصولی که الان روی میز ما هست رو حداقل تو همین محل 100 تا فروشگاه هستن که سرویس میدن، من چجوری ارائه میدم که جذاب‌تر باشه. یعنی اینو چجوری به خورد اون مشاوره بدم که بگم که ببین دوست عزیز، بیزینس مدل مهمه ها، فروش مهمه، بودجه بندی مهمه، نمیدونم سیستم سازی مهمه. حالا برو توی سازمانی که میخوای مشاوره بدی بهشون بفهمون که این تجربه هم مهمه. اینو چجوری توی اون درساتون میگنجونین یا اصلا در موردش حرف میزنین تو مدرسه؟ بله، موضوع دقیقا همینجا. وقتی که فرد یاد میگیره که بیزنس مدل ستاپ بکنه، در همونجا یاد میگیره که اصلا بیزنس مدل روی تجربه مشتری باید سوار باشه. در نتیجه وقتی میخواد بیاد و یک بیزنس مدل رو شکل بده، کاملا براش باز میشه که تو اگر بخوای رضایت مشتریت رو بگیری، باید روی ولیو پروپوزیشنش کار بکنی. کیس داری به اون بگی مثلا تو مدرسه یه کیس باحال اتفاق افتاده باشه که رفته باشه این کار کرده باشه؟ رفته باشه دقیق این کار رو تو اجرایی مثلا کرده رفته باشه، مشاوره داده و بعد رسیده به این که مثلا یه طراحی تجربه محورم براش کرده باشه. بذار اگر بهت بخوام بگم، آره
یکی از بچه‌ها کارش در واقع مشاوره برند شخصیه، مثلا کلا کار سختی هم هست. خیلی کار سختیه. و بحثی که وجود داره اینه که وقتی میخواسته بره و برند شخصی رو برای طرف جا بندازه، برای که بگه که آقا این تجربه تو برای من چقدر اهمیت داره، اینجوری که میاد بهش گفته که آقا بیا ما یک نوع انگیجمنت با هم داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من در صورتی این کار رو برای تو میکنم که اگر تو پروژه‌ای رو محوری گرفتی و این تجربه رو خلق کردی و درآمدی ازش داشتی، بعد من در اون درآمد شریک باشم. یعنی من از تو الان پولی نمیگیرم، من میام این انتقال تجربه رو به تو میدم و تو وقتی اون انتقال رو شکل دادی و اون پروژه رو بردی جلو، بعد بیا اون با من سهیم شو. خیلی هوشمندانه بوده به نظر. ما اینو در پروژه های بزرگمون داریم. ما پروژه داریم و این واقعا کلاینت های ما خیلی خوب میدونن که ما وقتی یک پروژه رو میگیریم واقعا انگیجمنت اسمش، میگیم اگر تو این پروژه رو رشد دادی و فروش انجام دادی، ما سهمی از فروش از تو میگیریم. خیلی عالی. و این یعنی چی؟ یعنی که ما باید اون تجربه مشتری رو برای اون فرد بسازیم که اون فروش صورت بگیره و ما بتونیم درش سهیم باشیم. پس تجربه مشتری برای ما مهمه. چی میشه؟ که 3 ماه وقت میذاریم که پکیجینگ یک بسته‌بندی آجیل به قدری تمیز انجام بشه برای مشتری و اون محیط که مشتری حس لذت بکنه و حاضر باشه بابت اون موضوع پول بده و ما از این طریق میتونیم اون درصدمون رو بگیریم. شما آدم جدی هستین؟ والا جدی، من دیدی بعضیا میگن آدمو از دور دل میبرن از جلوس. زهر من اونجوریم، جدی نیستم اصلا. یعنی من خیلی فکر می‌کنم نزدیکم، امکان داره سرم آره چون فکر می‌کنم خیلی شما مصاحبه می‌کنین خودتون تو دوره‌ها. آره. من قبلش گفتم که قرار برم یه دوره مشاور ثبت نام کنم، اگر ایشون قرار مصاحبه کنن خیلی جدی به نظر میرسیم در قاب تصویر ما. بریم یه استراحتی بکنیم دوباره برگردیم. خب شما دارین CXG رو هم میشنوید هم میبینید. ما اپیزود 19 هم هستیم و با همه میهمانانمون که میان اینجا در رابطه با تجربه مشتری حرف میزنیم. چطور یک تجربه خلق میشه، چجوری میتونیم پروموت کنیم اون تجربه رو، اصلا چقدر میتونیم وفادارتر بکنیم مشتریانمون رو بر اساس اون تجربه جذابی که براشون ایجاد میکنیم و کلا داریم از ابعاد مختلف موضوع تجربه مشتری رو با میهمانانمون بررسی میکنیم. همونطور که بهتون گفتم توی اپیزود 19 خانم نازیلا یار محمدی اینجاست و داریم در مورد این صحبت میکنیم که تجربه مشتری چقدر تو حوزه مشاوره مدیریت مهمه، چقدر اصلا مشاورانی که میرن تو سازمان‌های مختلف باید تجربه محور کار بکنن، تجربه رو توصیه بکنن و اون خروجی نهایی که از حالا مشاورهشون یا اون پروژهشون دارن ختم به یک تجربه برای مشتری میشه، تجربه موفق یا مثبت میشه. یعنی بعدن که من از اون سازمان میام بیرون یا محصولم دیده میشه یا پروژم به سرانجام میرسه، تفاوت این که خب من قبلا محصول میفروختم ولی الان دارم تجربه میفروشم رو ما تو این سازمان میبینیم. من بیشتر دغدغه‌ام از دعوت شما هم خانم نازیلا خانم همین بوده که ببینم که آقا ما بالاخره 650 تا مشاور میگه که مدرسه شاپرک آبی الان روانه مارکت کرده و دارن کار میکنن و خودمون هم داریم تو این حوزه حالا میبینیم و میشنویم و رفت آمد داریم. شخص خودتون چقدر این مسئله در زندگی کاری، در زندگی شخصی، این که آقا من انتخاب هام رو توی زندگیم و توی کار، حتی توی بدبستان هایی که توی پروژهاتون انجام میدین، از زاویه دید تجربه بهش نگاه میکنم. تجربه متفاوت بودن بابت این که من یک ارزش افزوده ای رو دارم میگیرم و بابت اون شاید پول بیشتری هم دارم پرداخت میکنم، ولی تجربه جذابتری برام خلق شده، متفاوت تر بوده. میتونستم 2 تا گزینه دیگه هم داشته باشم ولی گزینه
سوم رو انتخاب کردم به این دلایل که با اون حالم بهتره. بهتر. من اینجوری ببینم از نظر من تجربه شخصی من خیلی دنبال رضایت نیستم اصلا کلا. برای من جالبه که من رفتم و یه کالای لوکس رو گرفتم، راضیم نبودم، قرم زدم، ولی رفتم دوباره ازش گرفتم. حالا موضوع از کجاست؟ چرا؟ الان براتون میگم. به نظر من وفاداری اونجاییه که اون برند طرف مقابلش خیلی شفاف باشه. اینکه من رفتم به طرف گفتم که من اومدم انقدر تومان به شما پول دادم، این لباس ناراحتی بود برای من در شب تولدم. خب و اون خیلی شفاف زمان گذاشت برای من و توضیح داد و گفت اوکی این رو الان بذار، دفعه بعد که میخوای بیا یه لباس بگیری من یک لباس رو به این شکل به مدل دیگری به تو میدم، مثلا این که آقا به جایی که قرار تو انقدر تومان به من بدی 30% ازش کم میکنم. خب من لویالیتی رو در حس رضایت کامل نمیبینم، من شفافیت. اوه چه عجیب. آره. مثلا وقتی ما اشتباه میکنیم خب بگیم اشتباه کردیم. توی مدرسه شاپرک من خب ما یه چیزی داریم به نام تیک اوی. بچه‌ها تیک اوی میگیرن آخر هر جلسه. بعد میام پیش من میگه آقا کوردینیتور این کارو کرد، من یه قوری میزنه صحبت میکنه. من اولا اینه که ابتدای کار فکر میکنم قوره، ولی بعد میرم روش فکر میکنم و بعد میبینم که نه خب یه حرفی رو زده دیگه. وقتی شفافش میگم که راست میگی تو، من اشتباه کردم. همین جوری میش میگم تو درست میگی، من اشتباه کردم، این کار رو برات میکنم. یعنی داری میگی که الزاما من قرار نیست که هر لحظه با اون برند مشعوف بشم، حالم خوب باشه، نمیدونم مدام بخندم و حس رضایت. یعنی میگی که با هم جداست. من میگم اون ژن رو برای چی برات توضیح دادم؟ به نظر من اونجایی که آدما خوشحال میشن یه ژن توی کسب و کار وجود داره به نام فرایندا. خب تو اگه فرایندهای باحالی بچینی، مثلا میگیم آقا فرایند فروش درست، فرایند پشتیبانی درست، خب این حس رضایت میاره. طرف در آن واحد واو میشه، میگه آخ جون کیف میکنه. خب ولی این رویالتی نمیاره ها. شفافیت به خصوص هم در قسمت اون مدل سوداوری که بهت گفتم خیلی مهمه که بیاره، و یکی این که تو یه تجربه پایدار بهش بدی. هی بالا پایین نداشته باشی. بله. یه جا خیلی خوب، یه جا خیلی بد. فقط هم بپذیری، پذیرش داشته باشی، بگی آقا راست میگی، تو درست میگی. حالا یه چیز جالب بهت بگم یاسر، من خودم اینجوریم که یکی به من یه چیزی شما میگه، دستتو که میزنید توی ما 2-3 بار تذکر دادیم بهش، ولی خب به نظرم چون با دستش زیاد کار میکنن میفهمده اینجوری یه مسئله که وجود داره، من خودم فکر میکنم که وقتی یکی یه چیزی به من میگه و یه اعتراضی داره و درستم هست، باید آنن برم واکنش نشون بدم اونو درستش کنم. نه و مشتری نه به نظرم بشنو فقط. فقط بشنو. خوبه باریکلا. ما امروز با یه مفهوم جدیدی آشنا شدیم، یعنی داریم از یه زاویه دیگه داریم. باریکلا خیلی خوشم اومد، جذاب بود. اینکه الزاماً ما بیسچاری نباید مشتری مشعوف شه، یا مثلا حالا نه اینکه از قصد بخوایم تجربه رو خراب بکنیم، یعنی میگید خراب شدن اون تجربه هم بالاخره یک بخشی از اون پیش میاد. عنصر انسانی خیلی دخیله تو کار. به خصوص تو B2C. بله همین عنصر انسانی خیلی دخیله. نمیدونم سیستم ها، فضای اینترنتی، چت بات ها، اینا امکان هر پیش آمدی رو دارن. میگی که اینو با شفافیت میشه جبرانش کرد و اگر شفاف باشی امکان این که اون آدمه همینطور حالا یا خوشحال بمونه یا وفادار بمونه بیشتر هست. یه جای دیگه هم خیلی به نظرم باحاله توی لویالیتی، به نظرم بحث برنده. حالا برند یعنی چی؟ مثلا 2 تا در واقع تعریف میتونیم داشته باشیم. ما یه موقع میگیم که داستان سرایی، یعنی یه برند داستان سرایی خوبی داشته باشه. مثلا هم زمانی هستش که ما میگیم که روایتگری خوبی داشته باشه.
الان تو چه فرق میکنه یاسر؟ به وقتی شما داستان میگی داستان خودتو میگی. خب وقتی روایتگری میکنی یعنی من با تو میسازم، یعنی من با تو مشتری تجربه رو میسازم. وقتی من از تو تیک اوی میگیرم، وقتی که من متدولوژیم، سیستمم بر این مبناست که اگر تو با من قدم به قدم جلو نیای اتفاق 100% آخر نمیفته، اونجاست که مشتری وفادار میشه. چرا؟ میگه در این مسیری که قرار اتفاق بیفته این داستانه منم شریکم. بله. خریداتو اینترنتی میکنی یا به صورت آفلاین فیزیکی؟ کفش پاشنه بلند حضوری. خب چرا؟ به خاطر که باید حتما بپوشم، به خاطر کفش موزل بزرگه برای خانوما کفش پاشنه بلند. بله. این کفشی که الان پاتونه رو ولی آنلاین می‌خرید؟ آنلاین می‌خرم. خب کیف آنلاین می‌خرم. خیلی از چیزا رو آنلاین می‌خرم. با کدومش بیشتر خوشحالین؟ خرید؟ نه بله خرید که هست. خرید که اصلا دوست دارم. بله مشخص. ولی مثلا یه چیزی رو به هیچ عنوان آنلاین نمیخرم. باید وقت بذارم و حال میکنم باهاش. ساعت. اصلا اون آنلاین معنا نداره. باید برم از نزدیک و واقعا اینجوریه که اصلا گفتگو دارم با ساعت. به نظر من ساعت باید هیستوریشو در آورد و به تو گره میخوره. من اصلا هیچ تخصصی تو حوزه ساعت ندارم. ساعت به نظر من خیلی باحالیه و من واقعا دوستش دارم. اینجوریه. بقیه چیزا رو آنلاین میخرم برای اینکه من خیلی آدم کم و حوصله‌ای در ایستادن و اینکه وقتی شما میرید توی مغازه یه چیزی رو بخرید انقدر کنار هم میچینن که شما درست نمیتونید ببینیش. ولی توی فضای آنلاین پس آنلاین زیاد خرید می‌کنی. خیلی خرید. توی یه ماه گذشته جایی بوده که یه تجربه بد بهت بده، نمیدونم حس بد، خرید بد، پشتیبانی بد، حالا یا حضوری آنلاین؟ حضوری یه جا داشتم، یه برند خیلی به نامم بود. میشه بگی؟ و چی کار کرد؟ ما اینجا تو برنامه‌مون شفافیم، حالا شما به نظرم بگم. گفتین شفافید دیگه، یادتون نیست؟ آره شفافم. 7-8 دقیقه پیش گفتم من آدم شفافم. بفرمایید. من رفتم تو برند دورسا خب و ما 19 تا اپیزود ضبط کردیم. من فکر کنم تو 10-12 تاش اسم آقای شاهین فاطمی و دورسا و اینا اینجا هست. شاهین بسیار به نظر من باحاله. بله. برند بسیار برند قوی و خیلی عالیه. خب دورسا یه مسئله در کفشاش داره. خب کفشای بسیار ناراحتی داره. اون فائزه خانمی که گفتم که 0 تا 100 برنامه ما رو پیش میاره، ایشون هم نظرش همینه که اصلا کفشای بسیار ناراحتی داره. بسیار ناراحتی داره و من شاید مسئله منم بودم، این شفافیتم. رفتم کفش بگیرم و اینا، گفتم که ببخشید من این کالجتون رو میخوام بپوشم. گفت کفش پاشنه بلند پیشنهاد میکنم جدید اومده. گفتم نه من اینو نمیپوشم و اینا. بعد گفتش که چرا؟ گفتم کفش خیلی ناراحتی ان. بعد گفتش که چرا میگی؟ گفتم خواستم فلان رو پوشیدم اصلا کفش راحتی نبود و اینا. بعد گفتش که خیلی راحت اینطوری کردش، شاید پای شما مشکلی داره. جدی؟ واقعا من نگاهش کردم گفتم که آره پای من که مشکل داره. گفت از کجا؟ واقعا؟ گفتم آره واقعا خوب. آره آفرین. مثلا پام مشکل داره. آره من همه جا مثلا مشکل داره. تو راست میگی. گفتم که آره من پام مشکل داره. واقعا اینجوری گفت؟ آره. چیکار کردیم؟ با پشت دست دادی تو نه اصلا. بعد واقعا جدی رفتم به این سمت که خب پای من مشکل داره. خب آوردیش تو بازی خودت. به عنوان یک برندی که حالا خیلی قوی تشخیص میدی که شنیدم و اینا، یه کفشی بیار که پای مشکل داره من حل شه، اذیت نشه درش. خب و حالا پیشنهادات مختلف داد و خدافظی کردم اومدم بیرون. آره ناراحتم نشدم قبلا چون شاید واقعا پای من مشکل داره. مشتری دورسا این شما کلا الان بعدش هم میرین دوباره اونجا؟ بله میخرم. ای وای من، یعنی با این که بهت گفته که پات مشکل داره و کج و کوله و اینا. حالا ببینم چرا، چون فقط مسئله این که یک نفر در برند در شورومه
در واقع دورسا به من گفته پات مشکل داره، در این نیست که هزاران کاری که برند برای من انجام داده. من از برند کیف خریدم، خیلی باحال بوده، باش حال کردم و بعد در واقع جاکارتی گرفتم، حال میکنم تو اون مغازه میرم، احساس خوبی دارم به عنوان اینکه یک برند ایرانی داستان درست میکنه، باش حال میکنم و من میدونم که یک کسب و کار چقدر در ایران زحمت میکشه. الان بحث منم همینجاست. من تقریبا از همه مهمونام میپرسم که چالش‌های شخصیشون با کسب و کارهای بیرونی. حالا مهمونای من چون خودشون بخش مهمی از کسب و کارهای حالا داخل ایران هستن، یا مدیر عامل هم مثل شما، یا مشاورن، یا مدیران ارشد هستن، من احساس میکنم که زاویه دید یه ذره متفاوت تر میشه، چون شما درک میکنید که بالاخره در این فرایند پیچیده امکان داره که 2-3 تا از فرایندها مخصوصا اونجایی که عامل انسانی وجود داره خراب شه. یعنی برای شما بدیهی و طبیعیه، تو مدرسه هم اتفاق میفته، بله، سجه دیگه هم شاید اتفاق بیفته. شما مثل پزشکی میمونه که وقتی خون میبینه خیلی حالش بد نمیشه دیگه، بالاخره هر روز داره با این ماجرا فیس تو فیس میشه. ولی آدم عادی مدلی نیست. امکان داره من به عنوان یک فرد عادی که الان دورسا بسیار به نظر من بسیار گرونه، من تا 2-3 سال پیش میتونستم کیف و حالا کفش دورسا بخرم، الان نمیتونم بخرم، ولی اگر انتخابش میکنم که برم بخرم اولین خطای این مدلی آخرین خطامه. حالا شما فکر کنید که یه خانم حالا چی بهش میگن، لاکچری بهش میگن، پریمیوم بهش میگن، ادایی بهش میگن، آره، میره توی فروشگاه دورسا، حالا شما فکر کنید یه بک‌گراند تجربه حالا جاپارک درستی هم پیدا نکرده، یا مثلا دیرش هم شده، بالاخره اتفاقاتی هم افتاده، یا نه اصلا معموله و همچین فیدبکی رو داره میگیره از فروشنده. امکان برگشتش خیلی سخته. یه چیزی بهت بگم یاسر؟ نه نیست. حالا بذار بهت بگم. بفهم. مشتری که مشتری دورسا باشد، حالا میگم چرا. ببین دورسا اعلام اون ولیو پروپوزیشن چیه دارم میگم؟ نمیگه من کفشای راحتی میزنم، میگه من دیزاینم. بله. خب تمام شد. تو از دورسا دیزاین میخری، راحتی نمیخری. بله، ولی بی‌ادبی هم نمیخرم. میفهمم اونو که یک نفر یک چیزی رو میگه، ولی تو اگر اهل دیزاین باشی و وقتی دیزایناشو نگاه میکنی و میبینی واقعا در کنارش رقیبی وجود نداره که این دیزاینای خوشگل داشته باشه، یه ازش میخری. حالا یه توهینی هم کرده بهم دیگه ها. نه جدی واقعا این مدلیه. یعنی آدمی این مدلی فکر میکنه. متفاوت دیزاینای خیلی شیک ببینیم که ما در مثلا اگه بله در یه جایی بودیم که 6 تا برند لوکس دیگه هم اینجا بود، من میگفتم بله. انسان موجود پیچیده‌ایه، قبول دارین؟ یعنی امکان داره ما در لحظات مختلف تصمیمات مختلفی بگیریم. یعنی با یک پدیده‌ای که برای ما یک برندی ساخته، جایگاه اجتماعی ایجاد کرده، 5 برابر یک کیف یا کفش معمول داره از ما هزینه میگیره، حتی امکان داره که یک سری از اتفاقات بعدش رو نادیده بگیریم. خب این قدرت برنده دیگه، رفته یه کاری کرده، ولی من این کار نمیکنم، مطمئن باشید این کار نمیکنم اصلا. به شدت انسان حساسی هم توی این موضوع و اصلا این که خیلی من کتکش میزدم. یعنی اگر اینو به من میگفت من اونجا کتکش میزدم، یعنی با کوچولوتر از این دیگه میذارمش کنار، حتی اگر که دیگه اصلا نیست در جهان باشه. و نمیدونم این رفتار مسخره چیه که حالا مثلا من دارم، ولی قطعا این کارو میکنم. شاید هم به خاطر کاریه که دارم میکنم، همونطور که شما میگید که امکان داره در حالا 2 تا ایرادم توی فرآیندی به وجود میاد دیگه، داری از زاویه دید مدیر عاملی احساس میکنم در مراوده های شخصی هم استفاده میکنیم. منم این تاثیر میذاره اون روز حالش خوب نیست. بله 6 نفر دیگه ممکنه باشه اومده باشن داخل. بله. و بعد اینکه اوکی آدمه آره آموزش درست ندیده، نمیدونم یا به هر دلیلی چی بوده، ممکنه 2 تا مشتری قبلش اومده باشن 300 تا کفش پوشیدن، 300 تا ایراد گذاشتن، حالا اونم
به من اینو حرف رو زده. ولی من این مدلی نگاه نمی‌کنم. مدام هر جایی که میرم این ذهن مریض همش داره استپای تجربه محوری نگاه میکنه. درسته، چون تو متخصص تجربه. مثلا اگر یه روز بیام مدرسه شما خیلی به این موضوع از همون دم در مثلا المان ها تو آسانسور به چه شکله، پله ها چه مدلیه، نمیدونم تمیزی، آداب معاشرت آدم ها، ولکام دادن، اصلا خیلی عجیب غریبه این و هر کدومش هم تو ذهنم تیک میزنم که چرا اینجوری هست یا چرا اینجوری نیست و بعد میبرم تو اون شفافیته. بعداً یک چیز میگیرم، یه مقایسه میکنم که مثلا وقتی که آدم ها دارن حرف میزنن بالاخره از این پرزنتی هم که از خودشون میکنن الزاماً توی کلام که نیستش، که توی اون محیطی که دارن کار انجام میدن، از نحوه چیدمان، از نمیدونم چقدر توجه شده که خودشون اصلا این جذابیت رو به مشتریشون ارائه بدن. اینا هم همه رو کنار هم دیگه میذارم، بعد یه امتیاز میدم، میگم مثلا خب اینها اینجوریان و بعد در موردشون تصمیم میگیرم. یه پیشنهاد بدم. ما یه مسئله داریم، حل مسئله. بله. خب پارادایم شیفت داره توش. ما اصرار به این موضوع داریم به عنوان مشاور مدیریت که شما هر جا که میری یه آرزویابی پیدا بکنی، قطعا از نگاه تخصصیتون آرزو رو پیدا میکنی و میریم یه تغییر ایجاد میکنیم. یعنی زمان میذاریم که آقا این بیا بیرون، حالا به یه نگاه دیگه نه، کل جامعیت کسب و کار رو نگاه کن، نه از تخصص خودت. چون منم همینه بودم. به عنوان منابع انسانی وقتی میرفتم هر چیزی می‌خواستم حل کنم، انگار مشکل در منابع انسانی می‌دیدم. اول مشکل منابع انسانی رو خب این خوبه یا بده؟ من به نظرم اگر بخوای به عنوان مشاور، یعنی کلمه مشاور برای تو پررنگ‌تر از تجربه تخصص تجربه مشتری باشد، در واقع بده. ولی اگه بخوام به عنوان متخصص تجربه مشتری میخوای کار بکنی، خوبه. و این واقعا شما رو پوزیشنتون تو بازار تغییر میده. بله. شما وقتی توی کسب و کاری میری خودتو میگی من مشاور کسب و کارم، یعنی من کل کسب و کار تو نگاه 360 درجه میبینم، حالا این حوزه رو نگاه میکنم، همه چی رو بررسی میکنم، حالا در این یه تیکه از تجربه مشتری استفاده میکنم. چه باحال. ولی اگر به عنوان متخصص تجربه مشتری میری، چون موظفی که به عنوان تجربه مشتری همه چی نگاه. خیلی هم عالی. الان فکر کنید که ما توی یک جلسه مصاحبه‌ای هستیم توی مدرسه با هم دیگه و منم یک کسب و کار کوچولو دارم. شما فکر کنیم بیاین در تصوراتمون فکر کنیم که شما هم باکس CX دارید توی مدرسه. ردم شدم من از مصاحبه شما قبولم نشدم. برای اینکه CX همو خوب کنم توی کسب و کارم چه توصیه بهم میکنید؟ دقیقاً چیزی که بهش اعلام میکنم اینه که چیزی که میتونی انجام بدهی قولش رو بده. آفرین. و یه چیز دیگه، اینکه فرایندی درست بکن در کسب و کارت که بتوانی دائم انجامش بدی. باریکلا. این که شما دائم یه چیزی رو ببری جلو خیلی بهتره تا یه فرایندی بذاری که خیلی واوه، خیلی جذابه، ولی شما میتونی یه مدت نگهش داشتی. اینجوری شه. یعنی پایداری به نظر من توی تجربه مشتری بسیار بسیار مهمه. باریکلا. اینم خیلی قشنگ بود. آفرین. فرآیندهای رو من بگیرم حالا به مرور فرآیند پایدار بساز. میدونی چی میگم؟ یعنی آقا جان اگر تو میتونی فقط تلفن بزنی، فقط تلفن بزن. چیز دیگه یا نه، SMS نه، یه مدت SMS بزن، یه مدت تلفن بزن، اونو رها بکن، مشتری رو گم میکنی. گیج میشه و نمیمونه. ولی اگه بدونه آقا مدرسه آبی در همایش‌هاش به ما تماس میگیره دونه دونه، ما با 300 نفر حرف میزنیم تو همایشمون دعوت میکنیم. بله. خیلی کار دستی. بله. ولی باید باش. و اینو مستمر انجامش میدیم. صدای بچه‌ها ما وقتی میان تو همایش، ما شنیدیم صدای بچه‌ها رو. بله. میشناسیم بچه‌ها. آره به منم زنگ زدن. ما همیشه این کارو میکنیم. همیشه. یه سیستمی بذار که بتونی همیشه داشته باشیش، نه اینکه یه سیستم خوشگل شیک با تکنولوژی خیلی باحال برای یه مدت.
به درد نمیخوره. خیلی هم عالی. خب من از مهمونای قبلیم نمیتونستم این درخواست رو داشته باشم، ولی خب به راحتی با شما میشه مطرحش کرد. تو همین این برنامه به ذهنم رسید. میتونید به این فکر کنید که بعداً توی دوره‌های تخصصیتون یه باکس CX هم بگذارین؟ یعنی ما رسالتمون خودم رو عرض میکنم و CX اینه که یه ذره خب ما این موضوع رو در ایران یه ذره پررنگ‌تر بکنیم، بیزینس‌های مختلف باکس CX داشته باشن، جاهایی مثل شما که آموزش میدن به کسانی که تو حوزه کسب و کار میخوان فعالیت داشته باشن. یه حالا اگر که ماژول تخصصی هم نمیذاریم، برای اونهایی که میان مشاور مدیریت یه کارگاه CX برگزار بکنین یا یک درس براشون یه کار باحال‌تر من میکنم. ما در مدرسه‌مون چیزی به نام مستر کلاس داریم. اوکی، مستر کلاس یعنی آموزش هایی که روی ترند باشن و نیاز باشن. و خوبی این مستر کلاس اینه که نه تنها در واقع اون مدرسه ما، چون تعداد مدرسه ما اینه کسی که حاضر حضور پیدا میکنن در هر دوره بین 20 تا 30 نفره، چون اصلا بیشتر از این ما نمیتونیم در واقع خیلی ارتباطات نزدیک با آدما برقرار کنیم. ما حدود 650 نفر فارغ التحصیل داریم. اوکی، ما میایم مستر کلاس های برگزار میکنیم که همه توشون میتونن شرکت بکنن. من از همینجا شما در دوره 20 مدرسه یه مستر کلاس خواهید داشت که تجربه مشتری رو آموزش بذارید و من مطمئنم که یک مستر کلاس باحال میشه و هم برای بچه‌های مدرسه و هم برای همه مشاورینی که الان دارن توی در واقع کسب و کارها کار میکنن. من بهشون افتخار میکنم به خاطر اینکه واقعا ما از بچه‌های مدرسه خیلی چیز یاد گرفتیم. هر چیزی که تا الان در مشاوره مدیریت ساخته شده توسط مدرسه و بچه‌های مدرسه بوده که اومدن. خیلی هم عالی، مرسی. من خوشحال میشم که آدم‌هایی رو می‌بینم که همراهن و کمک میکنن. الزاماً یک مدرسه ایجاد کردن و حالا یک سری آموزش اونجا دادن، به نظر من خب شاید نگاه بیزینسی بعضیا به این ماجرا دارن، ولی اینکه بری یه فرهنگی رو ایجاد بکنی، یک بذری رو بکاری که بعدا میتونی سالها ازش لذت ببری، آدم‌هایی که میتونن کم کم بیزینس‌های مختلف رو رشد بدن و همه توی یه سطح بیان بالا، که کار خیلی باحال و خفنیه. من از شما تشکر میکنم بابت این موضوع. من از شما به نظرتون چیزی هست که من از شما نپرسیده باشم؟ من چیزی هست که دلتون بخواد بگین؟ مثلا از برنامه ما تعریف کنید اینا. مرسی، برنامه خیلی بود. برنامه باحالی بود. خواهش میکنم. از این جهت باحاله به نظر من که خب من حس خیلی راحتی داشتم. خیلی باحاله. ولی یه چیزی من میخوام بگم. یه چیزی که به نظر من چیزی که اهمیت داره برای من مشتری اینه که ببینم یک نفر یک کسب و کاری داره ادامه میده. به نظر من ادامه دادن بسیار بسیار برای یک کسب و کار مهمه. وقتی که شما میبینی که یه برندی 40 ساله که داره یه کاری رو انجام میده با تمام مشکلاتی که وجود داره، بازم میری ازش خرید میکنی، چون 40 ساله داره این کارو میکنه با تمام بالا پایینا. بله، و واقعا هم سخته توی مخصوصا توی شرایط فعلی مملکت. حالا فعلی که دارم میگم این 40 سالی که فرمودن کلا شرایط فعلیه ها، یعنی ما شرایط حساس کنونی رو هر سال معمولا در ایران داریم و این بدتر هم میشه و وقتی واقعا یکی میمونه 20 سال 25 سال اصلا بیزنس. آره اصلا وقتی میمونه چیه؟ ببینید کسب و کار ما بعضی از موقع میگیم که داریم پول در میاریم. بله. پول در میاد. بله. یه زمان هستش که میگیم نه، مچور شده، یه بیزنس مدل شکل گرفته و دیگه این قابلیت انتقال داره. یعنی تو میتونی این رو انتقال بدی به نفر بعد. بیزنس بالای 20-25 سال بیزنس مچوره، بیزنسه که تو میتونی بگی واقعا اسمش بیزنسه و اونجاست که آدم کیف میکنه و میگه که ادامه داره میده. ادامه دادن به نظر من برای مشتری خیلی مهمه. این ادامه دادنی که دارم میگم توش 1000 تا نکته نهفته است. این بله استمراره، اون چیز پایبندی به تعهدی که دادی، شفافیت، اینا همه توش هستش.
خیلی هم عالی، ممنونم که پیش ما بودین، دست شما درد نکنه. به ما که خیلی خوش گذشت. منم خیلی امیدوارم خوش که گذشت، کسانی خیلی که باحال بود. زنده باشید، اونایی که هم صدای ما هم تصویر ما رو میبینن و میشنون لذت برده باشن، یه چیزی به دانسته هاشون اضافه شده باشه، با مدرسه شاپرک آبی آشنا شده باشن. اگر دوست داشتن برن تو دوره‌های مشاوره شما شرکت بکنن و توی همایش‌های مختلف که میگذارین. خب ما 19مین اپیزود برنامه سیکس رو هم تمام کردیم. لطفاً اگر که قراره ما رو ببینید و بشنوید، از یوتیوب ویدیوکستمون رو ببینن، از کست باکس پادکستمون رو بشنون، اینستاگرام سیکس رو لطفاً اگر دوست داشتید دنبال بکنید، اخبارمون اونجا هستش، مهمانامون رو اونجا معرفی میکنیم و بخش‌های کوچولو شده این اپیزودها رو اونجا منتشرش میکنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگی لذت ببرین و خدا نگهدار. متشکرم از شما خانم، خیلی عالی بود. مرسی ما که لذت بردیم و کیف کردیم. منم همینطور، خیلی باحال بود. کلا گپ و گفت خیلی باحاله. خواهش میکنم. خدا نگهدار. مرسی.